علی بن ابی حمزه بطائنی، این آقا موسی بن جعفر که از دنیا رفت، حضرت رضا نامه نوشتن که به وکلا که آقا اون چه سهم امام در اختیارتونه بردارید بیارید. این یه وقت نگاه کرد دید 80,000 دینار طلا پول دستشه. سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی واجمع بینی و بین المصطفى و آله. این مال دنیا خلاصه خیلی بد، خود دنیا بد نیست ولی مال دنیا بد چیزیه. این شریح قاضی لعنت الله علیه وقتی بهش گفتن بنویس حسین الدین خارج شده، یه عبارت دیدم آقایون بهشون فوش داده به اینا که حسین پسر پیغمبر از دین خارج شده، شما مسلمونید. شب کف حیات خونش و سکه طلا چیدن. واسطه هست. شب کف حیات خونش و سکه طلا چیدن. صبح از خونه خارج شد، یه برگه‌ای تو دستش بود روش نوشته بود خرج الحسین من دین جده و دمه مباح و حربه واجب علی کل مسلم و مسلمه. حسین از دین جدش پیغمبر خارج شده و خونش مباحه و جنگش به هر زن و مرد مسلمانی واجبه. فتوا داد. خلاص آقا این علی بن ابی حمزه بطائنی وقتی آقا موسی بن جعفر از دنیا رفت دید 80,000 دینار طلاست. گفت امام رضا کی گفته امام رضا امامه؟ العیاذ بالله. گفت کی گفته امام رضا امامه؟ آقا موسی بن جعفر همان مهدی موعود است. غائب شده برمیگرده. کارش به جای رسید آقایون در بصره با آقا امام رضا قراره به مناظره گذاشت. آقا بهش فرمود چرا امامت منو قبول نداری؟ گفت آقا ما شیعه، حالا داره اعتقادات شیعه رو به امام رضا یاد میده. گفت آقا ما شیعه معتقدیم بر امام معصوم نماز نمیخواند مگر امام معصوم. پدر شما موسی بن جعفر در زندان بود در بغداد، شما در مدینه بودی، چطوری اومدی؟ آقا بهش فرمود بگو ببینم تو امامت زین العابدین علیه السلام قبول داری؟ گفت بله آقا. آقا امام رضا فرمود زین العابدین در زندان ابن زیاد بود، چطوری اومد به بدن پدر مظلومش سید الشهدا نماز خون؟ اونم آقایون صاحب اکلیل المصائب نوشته من حساب کردم نگید 3 شبانه روز 10 شبانه روز بدن سید الشهدا رو زمین بود. نگید 3 شبانه روز. آقا امام رضا این روایت اون نظریه 10 روز یه نظریه 10 روز مثل صاحب اکلیل المصائب، یه نظریه 3 روز. آقا امام رضا این روایت امام رضا اون نظریه رو تقویت میکنه. آقا امام رضا فرمود چطوری زین العابدین سلام الله علیه به بدن پدر مظلومش نماز خوند در حالی که در زندان ابن زیاد بود؟ گفت آقا ما شیعه معتقدیم که آقا زین العابدین به طریق اعجاز از قل و زنجیر ابن زیاد خارج شد و اومد کربلا به بدن پدر مظلومش نماز خوند. آقا فرمود منم همونطوری اومدم و به بدن پدرم نماز خوندم. یه عده از مریداش پریدن ولی چون خودش میخواست پولا رو بده، بعد یه نسخه دیگه هم داره مرحوم نهاوندی آورده که میداد از تراشه چوب، یه کسی رفیقشو زیاد دیده باشه بگن هیکلش چطوریه، میگه آقا داده بود تراشه از چوب تراشیده بودن هیکل آقا موسی بن جعفر رو، کسی خیلی شک میکرد پرده رو میکشید یه شمعی روشن میکرد، میگه آقا گاهی به من سر میزنه منتها چون در غیبته از پشت پرده. اونا هم میومدن اصحاب میومدن بدن رو میدیدن میگفتن خب خدا آقا موسی بن جعفر. پول آقا ذهن بشر، خلاصه پول باشه و ذهن بشر تقوا هم نباشه یه کارایی میکنه که به عقل جن نمیرسه. عرض به خدمت شما شود که اینطوری این طرف علی بن ابی حمزه بطائنی در کوفه مرد. از اینجا گوش کن اگه تو الان گوش نکردی، در کوفه مرد. یه نقلی هم داریم که در بصره به درک واصل شده. امام رضا سلام الله علیه در نیشابور بودن، حسن و شاع رو صدا زدن در رجال داریم. آیون یه نکته به شما بگم، گفتم رجال، شاید کسی اهل علم باشه، حالا در رجال سر این علی بن ابی حمزه بطائنی بین علما دعوای عجیب و غریبیه، دعوای علمی. بعضی از علما میگن این روایاتی که از آقا، چون روایات خیلی خوبی از آقا موسی بن جعفر به ما رسیده، از این علی بن ابی حمزه بطائنی وکیل آقا موسی بن جعفر بوده. بعضی از آقایون میگن که روایاتی که تا قبل از ارتدادشه قبول کنیم. بعضیا میگن نه این از اول خلاصه مشکل داشته نمیشه روایت. میخوام بگم یه دعوای مرحوم آقای خویی دیگران یه دعوایی درست کرده در علم رجال. حضرت رضا در نیشابور حسن و شاع رو صدا زدن در رجال داریم که حسن مثل اینکه رفیق بوده با علی بن ابی حمزه بطائنی، که حسن الان رفیقت علی بن ابی حمزه بطائنی مرد، در کوفه مرد. امام رضا نیشابور ها عین الله الناظر و اذن الله الواعی. حضرت هادی فرمود هر جای عالم بودی خواسته با امام زمانت صحبت کنی فحرک شفتک، لباتو به هم بزن حضرت میشنوه.
هر جای عالم بودی لباتو به هم بزن حضرت عین الله الناظر قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. حضرت رضا در نیشابور بودن، فرمودن حسن الان رفیقت علی ابن ابی حمزه بطائنی در کوفه مرد. فاطرق ملیا، این اطرق ملیا یه اصطلاحیه در روایات، یعنی یه مدتی گذشت. حضرت فرمودن الان غسلش دادن، الان کفنش کردن. فاطرق ملیا، حضرت فرمود الان بهش نماز خوندن. فاطرق ملیا، حضرت فرمود الان دفنش کردن. وقتی دفنش کردن امام رضا فرمود ملائکه اومدن من ربک؟ الله جل جلاله. ببین آقا وهابی هم نبوده وا، سنی هم نبوده وا، الله جل جلاله جواب داد من نبیک محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. من ائمتک و الحسن امامی و الحسین امامی. شروع کرد گفتن تا آقا موسی بن جعفر رو گفت. مثل اینکه من و شما مثلا تا آقا امام حسن عسکری رو بگیم. گفت امام رضا سلام الله علیه فرمودن فسکت، سکوت کرد علی ابن ابی حمزه بطائنی، سکوت کرد، جواب نداره بده. امام رضا رو قبول نداشته به امامت. بعد حضرت رضا در نیشابور داره میبینه عالم قبرشو. فرمود حضرت رضا فرمود فتقدم احدهما، یه دونه از اون ملائکه اومد جلو و قال موسی بن جعفر علمک هذا، موسی بن جعفر به تو یاد داده که جواب ندی، یعنی امام بعدی رو نگی، امامت امام رضا رو قبول نداری. فتلجلج لسانه، به تته افتاد، فضربا فی قبره ضربة حتی امتلأ نارا الی یوم القیامه، یه ضربه‌ای به قبرش زدن تا روز قیامت پر از آتش.